اگر از کشور تاجیکستان هستی گوش بکو یک لحظه میگه پای مرا که بسیار زیاد سر تا نقطه‌ای هستم. صفحه فیسبوک ما عمدتاً تعقیب کننده هایش از کشور تاجیکستان است. بعضی وقتا مرحمت میکنن، پیام میتن، ما با چقدر شوق و ذوق پیام باز میکنیم که همزبان ما چی گفته باشه. میرم ترجمه میکنم چون به خط روسی نوشته کرده یک تقاضاهای بیجای و گپای بیجای، مثلا به امام علی رحمان توهین میکنن، از ما میخواین که ما باید بر ضد حکومت امام علی رحمان فعالیت بکنم و از گروه های جهادی که در تاجیکستان است دفاع بکنم. تو خجالت نمیکشی که همه تقاضاها را از ما میکنی؟ شما اول یک بار به سرزمین ما نگاه بکنین که ما جهاد کردیم چی کردیم. امروزه بدبختترین کشور روی زمین افغانستان است که اینقدر جهاد کرده. اینم حتی پیروانای خود جهادگرا نان ندارن، اولادایشان میفروشن، دخترای میدهشان میفروشن که نان پیدا کنن بخورن، گرده هایشان میفروشن. یک کشور بی صاحب، فلک زده، خدا زده. ما از جهاد چی دیدیم که شما ما را تعقیب میکنین؟ حتی رئیس جهادگرای قبلی ما که احمد شاه مسعود و ربانی و اینمینو در تاجیکستان رفتن، اما گروه های جهادی را قطعی امام علی رحمان یک جایی شاندن، گفتن ما جهاد کردیم، بد کردیم، شما جهاد نکنید. بدبخت میشین، بیچاره میشین. امروزه 4 تا درس خوانده و یا دکتر و یا انجینر در افغانستان بود آمده در همین کشورهای غربی یا پیتزا فروشی و یک کارهای دیگه میکنه. افغانستان نهایت جهالت خانه گشته، بدبخت هستند، بیچاره هستند. شما از ما چی دیدین که یک رای ما را تعقیب میکنین؟ ما خود در بدر شدیم، خاکی بسر شدیم. هر افغانستانی که خو میکنه در رویاهاش، در خیالاتش آرزو میکنه میبینه یک رهبری مثل امام علی رحمان داشته باشه که بیا یک کشورش نجات بده، مردم از این فلاکتی بکشه. شما را چی بلا زده که شما رای ما را تعقیب کرده روان هستین؟ چی دیدین در رای ما؟ یه خب بسیار زیاد نمی غربی ها کار میکنه، دلار میته که حکومت آینده افغانستان و تاجیکستان باید در دست داعش یا همون خلافت اسلامی باشه. در افغانستان هیچ جای شکی نیست که بعد از طالب داعش میاد، چون یک مردم خرافاتی و جاهل است و سلا را برش میته که دلار میگه برای که اسلام در خطر است، میرم پارا بنکده جنگ میکنه. ولی کشور شما خب بی صاحب نیست، شما رهبر دارین، شما امنیت دارین دیگه. امام علی رحمان برای چی بکنه؟ کشور تو کدام فابریکه و معدن و کدام چیز نداره، بهترین امنیت برای تو داده، از هر نگاه هر شرایط تامین کرده. برو درس بخون، کار بکن، زحمت بکش، کشور رو بساز. تو به این جهاد کردن ما چی غلط کردیم که تو بخوای رای ما رو بگیری که غلط دیگه تو بکنی؟